سلام. من ابوالفضل مرزانی هستم و در این ویدیو قصد دارم نگاهی به سریعترین اسب‌های جهان داشته باشم. در این لیست 7 اسب برتر از کشورهای مختلف رو معرفی می‌کنم که هر کدام با سرعت و مهارت‌های منحصر به فرد خود در مسابقات جهانی نامآور شدند. این اسب‌ها نماد قدرت و سرعت در دنیای اسب‌سواری هستند. پس با من همراه باشید تا با این قهرمانان سرعت بیشتر آشنا بشیم. وینگز او ایگلز، وینگز of Eagles، ایرلند، این اسب نژاد تروبرد، یکی از سریعترین اسب‌های مسابقه در جهان است و در مسابقات کلاسیک از جمله مسابقه دربی انگلستان موفق عمل کرده است. فرانکل بریتانیا، اسبی بی‌نظیر از نژاد تروبرد که به عنوان یکی از بهترین اسب‌های مسابقه تاریخ شناخته می‌شود و در بریتانیا تربیت شده است. سایگار، آمریکا، این اسب در دهه 1990 میلادی محبوب شد و موفقیت‌های بی‌نظیری در مسابقات سرعتی داشت و از نژاد تروبرد آمریکایی است. منووار، آمریکا، این اسب. افسانه‌های نژاد تروبرد در دهه 1920 میلادی به عنوان یکی از سریعترین اسب‌های مسابقه تاریخ شناخته شد. بلک کاویار، استرالیا، اسب مادهایی که به مدت طولانی بیرقی بود و در 25 مسابقه پیروز شد. او یکی از سریعترین اسب‌های نژاد تروبرد است. دبای وایلدکت، امارات متحده عربی، این اسب که در مسابقات اسبدوانی دوبی شرکت می‌کند، به عنوان یکی از سریعترین اسب‌های تربیت شده در خاورمیانه شناخته می‌شود. شمت، بریتانیا، یکی از برترین اسب‌های نژاد تروبرد که در مسابقات مهمی مثل دربی اپسن دربی به پیروزی دست یافت.